جلال‌الدین 33 ساله بار 32 است که روی این بستر می‌خوابد، معاینه می‌شود. هرچند بیماری ندارد و صحت و سلامت است. جلال‌الدین برای دیگر هدف اینجا می‌آید. 32 مرتبه شد می‌سپارم. برای نجات همه آدم که می‌سپارم اونا استفاده برده. جوانی باختری یکی از 100 دانورهای اختیاری در ولایت ختلان است که برای شفاخانه‌ها رایگان خون می‌دهد. 4 سال پیش دانور شد و ده‌ها بیماری محتاج با کار خیری و شفا یافتند. دیدم که او در کاری چیزی هم خیلی کار کنی فایده داره. برای امکانیت خودم میام. برای فایده خودم میام که یک کس هم میگیره اینجا برای یک کس دیگر آدم میزنن تنها یکم برادر داره. در ختلان 2000 نفر به حیث دانور خون ثبت نام شدند ولی فقط 100 نفرشان به پاداش خون می‌دهند. گالینا پاناماریا و بازنشسته باختری یکی دیگر از آنهاست. میگوید صدها مراتب خون داده است و فایده‌اش را هم دیده است. برای خودم هم مفید است. وقتی خون تغییر می‌یابد صحتی بهتر می‌شود. خون دادن به خصوص برای صحتی مردم مفید است. اگر خونشان تغییر یابد صحت می‌مانند. برعکس گالینا و جلال‌الدین دیگر دانورها در عوض پاداش در مرکز جمهوریوی خون در باختر خون می‌سپارند. برای هر 400 گرم خون تا 50 سامانی پاداش می‌گیرند. فرهنگ کمک رایگان هنوز رواج نیافته است. دولت‌های هستند که خود مردم اومدن به پاداش خون می‌سپارند، به مبلغ به پاداش خون می‌سپارند می‌روند. این زمان مردم ما تا همین درجه از اومده رسیدگی نیستند. طبیبان مردم را تشویق می‌کنند که به مرکز بیایند و برای نجات کسی کمک کنند و عین زمان از بیمار شدن خودشان هم جلوگیری نمایند. یعنی که آن شخصی که خون می‌سپارد این پیشگیری بیماری‌های فشاربرنده، پیشگیری بیماری‌های ایشیمیایی دی، یک نمود پیشگیری بیماری‌های سیراتی هم اگر رویم خطا نمی‌کنه. با وجود گزارش‌ها درباره انتقال خون آلوده به بیماران در گذشته، مقامات میگویند موردی نشده است که خون فردی بیماری را گرفته و کسی دیگر داده باشند. از سبب اونه که حاضر بیماری‌های سیراتی بسیار شده است، مانند ویروس نارسی مسمومیت بدن، هپاتیت ویروسی B, S، آتشک، دیگر بیماری‌های سیراتی با واسطه خون گذراننده بسیار شدند. از همین هم حاضر عین زمان میگیم خون با واسطه از یک نفر به نفر دیگر اگر با اصطلاح بگیم پرامای پرینیوانی حاضر نمی‌شود. از سبب اون که بیماری‌های سیراتی بسیار هستند. ولی با نظرداشت گسترش همین بیماری ها بعضی از مردم از رفتن و خون دادن برای شفاخانه ها در تاجیکستان پرهیز می کنند.